کلارک با استفاده از قدرت‌هایش دزدی که وسط دیتش آمده بود را می‌چسباند به دیوار. با یک حرکت دستش سردزد را در گلدان می‌کند. با یک حرکت دستش یک دسته پول تو دست دزد ظاهر میشه. بعد با یک حرکت دیگر دستش پولها قید میشن. دزد که عصبانی میشه کلارک رو با صندلی میزنه و کلارک رو بیهوش میکنه. کلارک که بیدار میشود میبیند بسته شده به صندلی، دستش را هم بسته است. دزد به کلارک میگه که لیست اون چیزایی که میخواد را میخواند. او هم دستش رو باید تکان دهد وگرنه سگش را میکشد. اولین خواسته دزد این بود که تمام این مرد های انگلیسی پاهاشون شبیه پاهای اردک بشه، گوشهایشون هم بزرگ شه. خواسته دوم دزد این بود که لباسهای پلیس صورتی شه. خواسته های دزد عجیب هست و کل دنیا نظمش به هم میخوره. دوست دختر کلارک میآید خانه و میبیند که همه چیز شکسته است. میفهمد که مشکلی هست. کلارک رو پیدا میکند. دزد میخواهد که خواسته آخرش این باشد که دختر عاشق دزد شود. کلارک عملی میکند آرزوی دزد را و در همون موقع کلارک دستش را باز میکند و دزد